من بعضی وقتا که پیش بابام شبا میخوابیدم میگفتم بابا یکم برام از امامو بگو، از فلسطین بگو، یا از هر کشوری که الان به کمک احتیاج داره مثل فلسطین. داستان میگفت ازش، میگفت که الان مثلا بچه ها اونجا این حالت، خدا رو شکر کن که تا الان اینجا توی داری یه خونه بزرگ میشی که مامان و بابا و همه پشتتن. من به هر کسی فکر میکردم، هیچ وقت تا توی ذهنم نمیگذشت که یه روز بخوام بابا شهید بشه، ولی الان دارم افتخار میکنم که شهید شدم. تصادف نکرده یا جوری نرفته پیش خدا که معمولی باشه. این افتخار بزرگی. دوست داشتم الان پیشم باشه، بشینه کنارم، نه تنها بابای منه بلکه خیلی از آدما الان شهید شدن، یا خیلی از بچه‌ها الان باباشون توی این راه شهید شده. تنها من نیستم.